شما صلح و نشاط و شادی است. هر آمدنی شما به این کوه دیار پیغام نو و نشانه آبادی است. خوش آمدید پیشوای ملت. در خاک بدخشان قدمی نیک شما هر بار بیارد فرح و نور و صفا خورشید جهان بر سر ما ای پیشوا با ملک بدخشان خوش آمدی ای بیشت ملک گلستان خوش آمدی ای بیشت ملک گلستان خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی باید ذکر نمود که هر تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان با ولایت مختار کوهستان بدخشان همین گونه گرم و صمیمی استقبال می‌یابد، زیرا بازدیدهای کاری پیشوای ملت و هدایت‌های سازنده‌اشان باعث آبادی و پیشرفت بی‌نظیر این گوشه دوردست وطن گردیده است. این نوبت نیز در شهر خوروغ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چند انشاءات مهم خواجگی خلق را مورد استفاده قرار داده، همچنین برای بنیاد یک زمره انشاءات دیگر سنگ اساس خواهند گذاشت.